با دونستن این الگو میتونید برای همه عروسکاتون کفش ببافید. سلام، پریسا هستم. امیدوارم حال دلتون عالی باشه. دوستان عزیز، توی این ویدیو با هم دیگه آموزش یک کفش عروسک رو نگاه میکنیم که میتونید از این الگو برای همه عروسکاتون استفاده کنید و یک کفش با یه بافت ساده داشته باشید. بافت این کفش طبق قانون بیضی بافی انجام میشه. 6 زنجیره میزنیم و زنجیره دوم شروع به بافت میکنیم. یک افزایش انجام میدیم، 3 پایه میبافیم و در زنجیره آخر 3 پایه یک جا بافت انجام میشه و قسمت روبروی کار 4 پایه بافته میشه. اگر بخوایم از این کفش برای تمام عروسکامون استفاده کنیم، تعداد زنجیرهای ابتدایی رو به اندازه کف پای عروسک در نظر میگیریم و طبق الگوی بیضی بافی تعداد پایه های ساده‌مون رو افزایش میدیم، به این ترتیب که مثلا اگر 8 زنجیره بزنیم، ما از زنجیره دوم شروع به بافت میکنیم، دونه اول رو افزایش میدیم و تا زنجیره آخر تمام پایه هامون رو پایه کوتاه میبافیم و زنجیره آخر 3 پایه یک جا میبافیم. برای بافت رنج دوم یک پایه میبافیم، یک افزایش انجام میدیم، 3 پایه میبافیم، 3 بار افزایش انجام میدیم و قسمت روبرو هم 3 پایه میبافیم و دونه آخر رو افزایش انجام میدیم. برای بافت رنج سوم 2 پایه میبافیم، یک افزایش انجام میدیم، 3 پایه میبافیم. 3 افزایشی که در رنج قبل داشتیم و به صورت یک پایه و یک افزایش 3 بار تکرار میکنیم و قسمت روبرو هم 3 پایه میبافیم، یک افزایش انجام میدیم و یک پایه در آخر داریم که اون رو هم میبافیم.
بافت رج 4 از حلقه پشتی انجام میشه، همون 22 پایه ساده بافته میشه. رج های 5 و 6 هم 24 پایه‌مون رو ساده میبافیم. برای بافت رج 7 8 پایه میبافیم، 4 بار کاهش انجام میدیم و در ادامه 6 پایه داریم که 6 پایه‌مون رو هم میبافیم. برای بافت رج 8 7 پایه میبافیم،
8 زنجیره میزنیم، 8 پایه رها میکنیم و در آخر هم 3 پایه خواهیم داشت و در اینجا بافت کفشمون به پایان میرسه. نخ رنگ مخالف رو به رج 4 که از حلقه پشتی بافتش رو انجام دادیم وصل میکنیم و پایه معکوس میبافیم. برای بافت قسمت پاپیون 42 زنجیره میزنیم، 41 پایه بلند میبافیم و در آخر 2 زنجیره میزنیم و قسمت روبروی کار با 2 زنجیره شروع میکنیم، یعنی 4 زنجیره ما در آخر داریم و 40 پایه بلند میبافیم. همون رو قطع میکنیم.
برای بافت قسمت زیری پاپیون 46 زنجیره میزنیم و از زنجیره سوم شروع به بافت میکنیم. در ابتدا 10 افزایش با پایه بلند انجام میدیم، 24 پایه بلند میبافیم و در آخر هم 10 افزایش با پایه بلند میبافیم و کارمون رو زیر پاپیون دوخت میزنیم. میتونیم این پاپیون رو روی تل نصبش کنیم که اگه بخوایم روی تل نصب بشه از یک مفتول به اندازه 7 سانتی متر استفاده میکنیم که دور مفتول رو کامبا میپیچیم و پاپیون رو روی مفتول نصبش میکنیم.